سرخط خبرها. ارزش سفر حج در سال 2025 معین شد. هشدار وزارت مهنت به مهاجران: اشیای بیگانگان را در روسیه برای انتقال قبول نکنید. میلیسیای دوشنبه نسبت 10 نفر تاجران برای به اساس بلند برداشتن نرخ گوشت پرونده مأموری باز کرده است و امکانات رایگان کسب و زبان‌آموزی برای مهاجرت به کشورهای بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب برای شهروندان تاجیکستان. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم دیبک سید از دوشنبه. کمیته دین نرخ خدمت‌رسانی‌های سفر حج سال 2025 را اعلام کرد. به اطلاع این نهاد ارزش سفر حج امسال 56800 سومانی معین شده است. این مبلغ برای بلیط هواپیما، اقامت، خوراک، نقلیات و دیگر خدمت‌رسانی‌ها پیش بینی شده است. گفته می‌شود داوطلبان مبلغ را تنها به طور غیر نقدی توسط فیلیال‌های اوریون بانک پرداخت کرده می‌توانند. سفر برنامه‌های زایران در نیمه دوم ماه می آغاز خواهد شد. کمیته شهروندان را هشدار داده است که به تبلیغات شرکت‌های سیاحی کشورهای همسایه که به قبول حاجیان از تاجیکستان دعوت می‌کنند باور نکنند. تنها نهادهای وکالتدار دولتی می‌توانند زایران را به حج سفر برنمایند. آمده است در خبر. در موسم حج سال گذشته بعضی هموطنان که با روادیدهای غیرقانونی وارد عربستان سعودی شدند هنگام ریدها بازداشت و اخراج گردیدند. حالا سعودی برای چنین حالت‌ها جریمه در حجم 50000 ریال تقریباً 13300 دلار آمریکایی، حبس تا 6 ماه و محدودیت‌های واردشوی به این کشور را به مدت 10 سال پیش بینی کرده است. کمیته از شهروندان دعوت می‌کند که تنها به ترتیب رسمی برای حج نام‌نویس شوند و به وعده‌های بردروغ میان‌رف‌ها باور نکنند. شرکت سامان ایر امروز 14 مارس پس از 4 سال قطع خط‌سیر هوایی میان تاجیکستان و قرقیزستان اولین پرواز هوایی را انجام داد. این پرواز چارتری بود توسط آن هیئت رسمی تاجیکستان و روزنامه‌نگاران و بلاگران سفر کردند. شروع از 23 مارس پروازها در این خط‌سیر هفته یک مرتبه روز یکشنبه انجام داده می‌شود. وقت پرواز از دوشنبه 11:30 از بیشکک 14:20 به وقت محلی. مدت پرواز 1 ساعت و 30 دقیقه از دوشنبه و 1 ساعت و 20 دقیقه به سمت مقابل خواهد بود. در آینده نزدیک شرکت هواپیمایی سامان ایر نقشه دارد که شماره پروازها را به بیشکک تا 2 مرتبه در یک هفته روز چهارشنبه و یکشنبه زیاد کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن سفر خود به قرقیزستان 13 مارس اعلام کرد که برای پروازها از خوجند به بیشکک سفارش داده است. علاقه هوایی بین دوشنبه و بیشکک ماه می سال 2021 با سبب محدودیت‌های واردشوی شهروندان تاجیکستان از جانب قرقیزستان قطع کرده شد. ماه ایون سال 2021 مقامات قرقیزستان رسما مرز تاجیکستان از جمله علاقه هوایی را بستند. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه به شهروندان هشدار داده است که هنگام سفر به این کشور یا بازگشت به وطن در فرودگاه‌ها باغاج، حجت‌ها و دیگر اشیای شخصان ناشناس را قبول نکنند. هنگام سفر به روسیه یا ضمن بازگشت به وطن در فرودگاه‌ها، باغاج‌های شخصان ناشناس، حجت‌ها و دیگر اشیای نامعین را برای انتقال دادن به کشور دیگر قبول نکنید. آمده است در اظهارات نمایندگی. اینچنین گفته می‌شود مهاجرانی که در داخل روسیه از یک ولایت به ولایت دیگر سفر می‌کنند از قبول باغاج شخصان بیگانه خودداری نمایند. و گفته این نهاد شخصانی که به فعالیت تکثیرانی یا خدمت‌رسانی انتقالی فرمایش مشغولند باید قبل از قبول پرسان شوند که آنها چرا انتقال می‌دهند. نمایندگی از شهروندان تاجیکستان دعوت کرده است که از انتقال اشیای اجازتشان ممنوع و استفادهشان غیرقانونی خودداری نمایند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت‌رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیایی رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما.
برای خوانندگان مکتب‌های تاجیکستان امسال تعطیل بهاری در مجموع 10 روز دوام می‌یابد. طبق اطلاع وزارت معارف و علم کشور، تعطیل رسمی بهاری از 25 تا 29 مارس است، ولی با در نظر داشت روزهای استراحتی جشن نوروز و روز یکشنبه 30 مارس مهلت استراحتی خوانندگان درازتر می‌شود. همین طور خوانندگان از 21 تا 30 مارس از تحصیل آزاد خواهند بود. وزارت همچنین قید کرده است که اگر عید رمضان به روز کاری مثلا 31 مارس راست آید، آن روز نیز خوانندگان از درس‌ها آزاد خواهند بود. باید ذکر کرد که مهلت تعطیل مکتبی در تاجیکستان تغییر یافته، حالا تعطیل تیر ماهی و زمستان 7 روز و بهاری 5 روز را در بر میگیرد. میلیسیای دوشنبه هفته روان نسبت 10 نفر تاجران برای بی‌اساس بلند برداشتن نرخ گوشت پرونده مأموری باز کرده است. طبق اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، در اساس ریدها در چند مرکز سودای پایتخت 10 نفر را معین کردند که خودسرانه نرخ گوشت را بالا بردند. نرخنامه گوشت که در دکان آنها 75 سومانی نوشته شده است، ولی به شهروندان 1 کیلوگرم آن را از 95 تا 100 سومانی به فروش گذاشتند. اطلاع می‌دهد این نهاد گفته می‌شود که نسبت سوداگران با ماده 555 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری برای بی‌اساس بلند برداشتن نرخ پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده است. با گفته مقامات چنین عملیات‌های سنجشی من بعد نیز ادامه می‌یابد. قبلا میلیسیای دوشنبه به سوداگران و تاجران پایتخت در این خصوص آگاهی داده بود که نرخ محصولات خوراکی را در ماه رمضان خودسرانه بالا نبرند. مقامات این عمل سوداگران را استفاده از نیازمندی مردم و خلاف شریعت و بیرون از اخلاق انسانی می‌دانند. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و در صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی آبونه شوید. خیر.